آجم باز بقید برو میخوام اونجا بزنی پاچم نکس نشکنن یه بار زدی پاچه چیکار اختا فیرات که باید تگابزه بیای جا باید طلو او دو در تا بگو میقد تا پاچش نشکنه بو خیلی یک جا بده ها خونه با کینو تا مشکل کینو یک بایوی کی ناز کینو همین کرو بزی برای چی همین مسافری پالا یک بار درباره زنگیری من عموما گپ نمیزنم عموما گم بار این 33 دادارم بده 33 تو زیق نشو او یکی دیر زن میگیره دیگری بر وقت زن میگیرن و دیر اوید و شعر اوید گفتم شعر اوید شعر که جاش مون دیگه شعر جاش سفید موی سری شعر سفید شعری پیرکیده در کوره این مرد همین بی 25 سالگی در زن گرفتی چند کودک داری دو تا شما چند داری خیلی دیگه یک تا خیمون چی که گوش کن من برای تو یک هیله‌اش رو میگویم هیله من وقتی که اولادور شدم میخواستم پدرم عموما به من اهمیت نمیداد من خواستم استاک کلوشی پدرم یک سبزی یعنی بیخیه موندم بعد از یک هفته توی برپا شد تمام سبزی که اوش میکنیم همین سبزی تمام کار حال شد در کلوش سبزی میگیری میمونی تمام پدر میفهمه که یعنی پسر زن گرفتنی همین فکر چند کس گفت سبزی بمونه که با فکری کودک کناش فهمیده من میرفتم خیلی چیتر کنم آخه این فکری کودکی نه این همه نه اوچم مدرم نه اوچم نه نمونه پدر قبلش دام اسپی همین کارشا کماله همین بگو همین بگو دست بابا اما کسان جفار لبای بیا این آواز خنوگ اگه جا بوده کی بای بیا که کی بای بیا بلا زنت ای بلا زنت توری زنگیره ای آزی استاحمد فریشان میدیم آزی سبزی هم میبینی تو آزی زنگیره بینم نکن با سبزی بام دست نکن اکل چجه؟ چشم جیغ یاد داده اوتا کجا بیا اکبر اینا شما موندین اینجا چی میگویی؟ چی میخوایی؟ این چی معنا داره؟ این ترب چی معنا داره؟ که تو با من گفتن که سبزی موندگی چی معنا داره تو؟ خیلی سبزی اگه هم بچه زن گرفتنی باشه کلو شدش دست سبزی میموندن این چی معنی داره؟ نمیدونی تو چی معنا داره ده؟ سویسه دادر اومده ما نمیدونیم یه ایلای چلته بدروی ولی زنگیری با حالی خیلی وقتی دیگه هست هم سیفون تو سه چرکی تاکی دارن گوش کن منم این ترب معناش همین که یعنی حالی وقتی زنگیری نیست حالا کارا خوب نیست کارا جزیر همین عاشق گپ همین که کارا حالی همیش ترب شدگی